سلام دوستان طبیعت گرد، اومدیم مزارع گندم، مزارع خوشگل و زیبای گندم، جایی که هزاران هزار پرنده زندگی میکنن اینجا. خب الان میخوام یه چیزی نشونت بدم که دلت همچین از زیبایی این پرنده‌ای که میخوام نشونت بدم قنج بره، یعنی همچین قنج بره. خب نگاه کنید، الان میخواد از روی تخماش بلند بشه چون لونش اینجاست. یک لونه خوشگلی داره، نگو نپرس. خب دیدیم. خب نمیدونم لونشو دیدین یا نه. نه. خب زودتر بریم که تخماش سرد نشه، پرنده برگرده، چون اگه ما اینجا باشیم دیگه بر نمیگرده رو تخماش سرد میشه. نه برای همیشه، ولی خب دیر برمیگرده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. قربانت، سلامتی.